زنده را میمونید. اولا سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و نفرهایی که ما رو در پخش زنده تماشا میکنند و نفرهایی که در آینده ما رو میبینند. و همه ما و شما خوب شاهد حال بدیم که روز 6 نوامبر سال جاری حکومت رژیم رحمانوف یک بازی کرد و یک چند نفر رو چیکار کرد، در این بازیش قتل و نابود کرد. و کمیته امنیت ملی و وزارت کارهای داخله اونها چیکار کردند، در امو شبکه‌های رسمی خود نوشتن که گویا که داعش چیکار کرد، در آمده است در داخل تاجیکستان و آمده است در 60 کیلومتری دوری بگم که نزدیکی دوشنبه ده چیکار کردند، عملی تروریستی انجام دادن و یک چند روز همه خیلی اوضاع کردن بین مردم و گفتن که چیکار کردند، داعش یعنی که بر تاجیکستان چیکار کرد درآمد. و تا امروز این گپ ها و سخن ها بگم که پیچ در پیچ است و هیچ کس یگون تحلیل خوبی نمیکنه. چی بعد از سوال های زیادی مردم شهروندان جمهوری تاجیکستان چیکار کردن، در حال وزارت کارهای داخله اون رسم های بدن و کمیته امنیت همین نهاده بدن که این رسم ها رو از بگیم که همون صحیفه هاشو پاک کنن، یعنی دلیچ کنن. و اینها چی میخواستن در این 6 نوامبر بگیم که بکنن و همه ما و شما شاهد حال هستیم. و در یک منطقه که یک کمتر مردم ناراضی میشوند یا که اعتراض میکنن، چیکار میکنن، اینها یک بازی میکنن که تا که مردم از همون بگیم داعش گفتم یاران در سر مردم بار میکنن. و امروز دیدم که در هفته‌نامه سسسر همچون سسسر یک هفته‌نامه دروغین حکومت رحمانوف نوشته است که گویا که یک چند تاجر کاروان بستند و سابق در همو بگیم که چسته که بگیم همونجا یک نفر بود که خدمت میکرد، همون نفر چیکار کرد، میخواست که از همون چسب بگیم چیکار کرد، سلاح میگرفته و به ضد حکومت چیکار میکرد، یا یگون تغییرات میکرد یا جنگ میکرد، یگون خلاص یگون کار میکرد. و من مراجعت من در این افیر برای نفرایی که امروز از حکومت رحمانوف امروز که وکیلای ما کو نمیدونم چی بگیم، یا مراجعت کنیم یا خطاب بگیم یا که تنقید کنیم، نمیدونم ما چی بگیم. و او وکیلایی که در پارلمان ایستادگی و شما را این ملت این مردم چیکار کردن، انتخاب کردن که تا که شما چیکار کنی، شما از مردم حمایت کنه و مردم ها چیکار کنه و خبرها و چه حادثه هایی که در حکومت تاجیکستان در کشور تاجیکستان می شود، شما باید چیکار کنه، سوال بده و سوال مردم ها جواب بده. مردم که سوال تو دادن شما در حال جواب بده. شما همچون یک وکیل، یک نماینده مردمی در حکومت هستید و مادامی که شما قدر قیمت داشته باشید، هم با همه وکیلان حکومت تاجیکستان خطاب میکنم از همین منبر فیسبوک و فعلا مطمئن هستم که در آینده میبینیم مرا، چرا که مادامی که شما را اگر خلق انتخاب کرده باشد، شما اگر خلقی باشید و مردمی باشید، در حال شما یکم فریاد میکرده، دعوت میکرده بر اون مجلس فوری میگذارده و دعوت میکرده رئیس کمیته امنیت و دیم وزیر وزارت کارهای داخله را، سیم وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان، همین 3 نفر شما فوراً فریاد میکرده، دعوت میکرده با مجلستون. از اون 3 نفر چیکار میکرده، سوال میکرده که چرا چندین سرباز تاجیکستان کشته شد و اینها پدر داشتن، فرزند داشتن یا که مادر داشتن یا زن داشتن، خلاص خیش تبار داشتن و اینها را سوال های یارا کی جواب میداد. تو هنوز بخشش به زبان روسی گفتم، تا هنوز چند روز شد، علاقه 8-9 روز میشه، یک هفته زیاد میشه و همه خاموش، حتی از پشه بگیم که صدا هست از وکیلان ما نیست. چرا؟ سبب برای چیه؟ مادامی که یک بگیم که به قول خود چون داعشی گذاشتن اومدن خلق کشتن، بگیم که سربازا و فرزندای این سرزمین کشتن، برای چه که شما در یگان رسانه در یگان جا بگیم که
اطلاع به مردم نمیده. مدام که شما یک وکیل مردمی در حکومت ایستادگی باید شما دفاعگر این مردم و ملت باشی که اون نفر فرزند چکشتن شما باید چکار کنید؟ دفاع کنید. چی جامعه شهروندی؟ یک جامعه شهروندی شدیدم که در ورشه و رفتن چکار کنن مرا شرمنده کن گشتن من. آخه شما هموش از 10 نفر 50 نفر آخه شما چکار میکنید؟ شما غیر از ظلم کردن، غیر از همو سطر مردم کشیدن یا که قانون برآوردن یا کار کردن دیگه کاریگه نداری؟ و پس میگه امروز در سوالای مردم جواب ده که مادامی که داعش بود، کی بود، چی بود، برای چی که شما از رئیس کمیته امنیتی تاجیکستان سوال نکرده؟ برای چی که از وزیر دفاع مدافعه بگیم سوال نکرده؟ برای چی که از وزیر کارهای داخله سوال نکرده؟ چرا؟ سبب در چه؟ مادامی که شما وکیل مردمی باشید و از مردم چیکار کنید؟ دفاع میکنید. چون که شما مثل همو بقیه که میبرند همو اغلاش و مردم میباقند شما مثل همو بقا شدگی و مردم چیکار کرده ایسی؟ هم بای به دولتی همو مردم چیکار کرده؟ حکومت دوده ایسی هست کنجوره داده و شما را خرونده ایسی هست هیچ یگان کار نمیکنه. آخ شما را کشته و خورده نمیشه که برنده بازار رو بعدن بگیم که چیکار کنن؟ سودا کنن. و امروز باید شما سوالای مردم جواب ده. مادامی که وکیل مردمی هسته شما پس امروز بیاید سوالای مردم جواب ده. چرا و کی چخیل اومدن؟ مادامی که یک سرحدمون رئیس کمیته امنیت برای چه که خونه های مردم، خونه های مبارزان میره، همه تو سگ وره خونه های مبارزان میره، پدر مادرای مردم فشار آورده میتونه. چرا؟ برای چه که امروز سرحد نگاه نمیکنه. کی بودن اون 20 نفره که از بعد پیشتر شما چی کرده که 20 نفر از افغانستان گذشته بود و جمهوری تاجیکستان اومدن در 60 کیلومتری قریبی بگیم که پایتخت ده چیکار کردن؟ عملیات تروریستی انجام دادن. پس چرا اون نفرایی که از امنیت هسته بیای شما به استعفا بره و دیگر نفر بیارید؟ برای که شما نتوانسته چیکار کنه؟ امنیت ملی میگه امنیت کشور شما تامین کردن نتونسته. پس میگه همه تو به استعفا روی و دیگر آدم بیا این کشور را صاحبی کنه و مردم بگیم که آرامیش تامین کنه. و از همین لحاظ با اون وکیلایی که بانون وکیل هستند شما باید حتما این 3 نفره را، این 3 شخصیت را باید شما دعوت میکرده به همون جلسه پارلمانی تو فورا یک جلسه میگذارده دعوت میکرده با اونها سوال میکرده و سوالای خطونه چکا میکرده با مردم میداده که برای چه که این حادثه بگیم رخ داد. و امروز اون نفرایی که اون مادرها و پدرایی که برادرایی که فرزندای خود را در این حادثه خونین از دست دادن یعنی سرباز بدن یا که خدمتچی حربی بدن و فردا شاید که یک برادری نزدیکی مرا، یک فرزند ما، یک جیان ما، یک خشتباری نزدیکی مرا فردا باز هم بیارش مچکا کنه با همه خیلی بازی‌های سیاسی و همه خیلی بازی‌هایی که برای باقی ماندن کسیتون چکا کنه بیارش ما فرزندای ما را یا برادرای ما را، جیانای ما را چکا کنه قتل کنه و نیست نابود کنه. و من نمیخوام که در آینده این کارها بگیم که چکا کنن دوباره تکرار شوند. و اون نفرایی که امروز هم چون نمیدونم ژورنالیست میگه و اگر چنده که به شما تون بگم سخت بگم باید که شما قبول کنه و اون نفرایی که در تاجیکستان هسته همچون روزنامه‌نگار میگم که ژورنالیست که هسته و شما باید حتما یکم درجه برای مردم چکار کنه یک خبری مهم یک خبری میگم که و فقط دلیل پیشنهاد کنی و نباید که دروغ را در مطلب ها و در صحیفه ها و در خبرات بگیم که چاپ کنی. چون که ما همچون یک انداز سپارنده همین کشور هستیم و انداز می سپاریم و شما از همین اندازی ما چکا میکنیم معاش میگیریم و فرزندای خود را بگیم که از این معاش یا که زندگی خود را اهم معاش چکا میکنی پیش میبری. پس باید شما با مردم چکا کنی یک خبری مهم و یک خبری بگیم که دقیق درست را پیشنهاد کنی.
چون که اون وطن ما است، تاجیکستان وطن ما است، ما وطن را به یک نفر امانت دادیم که تا که شما خدمتی با وطن کنی ما معاش شما را چکار میکنیم بگیم که تامین میکنیم. و شما چکار کرده اومده مثال از ما حکومت دارای رحمانو امروز شما بگیم که معاش گرفته ایسی و در وطن خود با ملت خود چکار میکنی خیانت میکنی. و چندین بگیم که فرزندای این ملت را با خاطر بازی های سیاسیتون چکار میکنی برده قتل و نیست نابود کرده ایسی. و نفرهایی که از جنگ‌های شهروندی مردم میترسونه، من دیگر نمیدونم که بین جنگ‌های شهروندی و جنگ‌های حاضره دیگر من یگان چیز مشاهده کردن نتونستم، چون که در سالهای 90 جنگ بود مردم کشته ایسه، حاضر بدون جنگ و هر روزه بگیم که چکار کرده ایسه قتل کرده ایسه. و از تمام هموطنان بگیم که به طرفی نکنن در این قضیه، حتما یک خبری بگیم که دقیق و درست به مردم بگیم که چکار کنن پیشنهاد کنن و بگن اصل قضیه را بگن که در تاجیکستان چی گپ است، چی گپ میگذرن. و امروز متاسفانه دیده ایستادیم چکار کرده ایستان مردم رو به خاطر یک باقی ماندن کسیشون یا که یکون کار کردن چکار میکنن اینو نیست نابود کرده و رفته ایستان. و صحبت طولانی نمیکنیم. هموطنان عزیز در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.